هفته‌ای بود که خبری از قالقال در روستا نبود تا اینکه کت خدا آقا بالا را ببین، یک چیز قلمبه‌ای از آسمان به سمت ما دارد میآید. احتمالاً ابری کلاقی چیزی است. یه موز برایم پوست بکن شل. نه بابا، جان تو خیلی گنده تر از این حرفاست. قالقال تویی؟ این چه سر و وضعی است؟ معلوم هست 2-3 هفته از کجا غیبت زده؟ قالقال تو در آسمان چه کار میکردی؟ سفر سنگ رفته بودم، با طیاره برگشتم. هرچی گفتم خلبان نگه دار اینجا پیاده میشوم گوش نکرد. گفت آبادی شما فرودگاه ندارد. من هم خودم پیاده شدم. حالا بگو ببینم تو در فرنگ چه غلطی می نمودی؟ در آبادی های بغل دعواهای قبیله‌ای شده بود. آنجا چیزهای جدیدی به خود آموزاندم. این را که خودم می دانستم قالقال. ای اهالی آبادی، آیا می دانید که اگر امروز از امامزاده روستای بغلی دفاع نکنیم فردا یاغی ها به اینجا می آیند و خودمان را امامزاده می کنند؟ نه، آیا واقعا می دانستید؟ بس معطل چه هستید؟ پاشین یارکشی کنین بریم دعوا. نه اینطوری که نمی شود. اول باید خودمان را آماده کنیم. چگونه؟ بهتان نشان میدم. کت خدا آقا ها؟ چه شده قالقال؟ به روستا حمله کردن؟ بریم حمله کنیم؟ حمله شدیم؟ حمله شده؟ حمله بکنیم؟ حمله نه بابا، دست خالی که حمله نمی شود کرد. میخواهیم برای ثبات امنیت روستا و منطقه یک کم قلاب سنگ و از این تیرکمون کشی ها واردات کنیم، اما بودجه نداریم. باشه، شل بودجه را بده. پست، های سرباز بیا اینجا. های سرباز، با تو هستم آری، با تو هستم، بیا اینجا. کت خدا آقا 2 تا از سربازهایمان را از دست دادیم. چرا قالقال؟ چون تجهیزات نظامیمان کافی نبود. مگر خودتان نگفتید که اگر امروز در روستای بغلی با آنها نجنگیم فردا در همین بیت شما باید باهاشون در بنبردیم؟ مادر نزاییده، شل معطل چه هستی؟ بودجه رو بیشتر کن. برو یه چند تا تیر و کمون و تیر و ترقه بخر، با بقیه‌ش هم از این روستا بالایی موشک بالستیک بخر. بله، و این گونه بود که کلاً به ته اقتدار رسیدیم و امنیت به منطقه بازگشت.